یک قطار شرکت‌های بیناموس با این اجازتنامه‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان داده بود به آنها برای آموزش گئولوژی یا که کارکردگی آنها، اونا در بیرجاهای گوییم که بین المللی این اجازتنامه‌ها را استفاده برده مبلغ کار کردند. مبلغ просто так کار کرده نمی شود. وقتی که اجازتنامه را پیشنهاد میکنند تعریف و توصیف میکنند به درجه بلند حکومت جمهوری تاجیکستان که در حقیقت فضای سرمایه گذاری در اینجا وجود دارد. وقتی که ویا میخرند بعد میبیاین اینجا میبینند که قانونهای جمهوری تاجیکستان اجازت نمیتید اجازتنامه را به اجازت حکومت جمهوری تاجیکستان به سیوم نفر دادن و اونا اون شرکت هایی که مبلغ صرف کردند و خریدن این اجازتنامه ها را به یک قضیه های گوییم که مخالف برخوردار میشوند در تاجیکستان.